که ما برش تعلیم دادیم و ما برش رحمت. در اکثر انبیاء علیهم السلام کلمه رحمت ذکر شده، مراد از پیشش نبوت است. پس معلوم شد که اینجا خضر علیه السلام مراد از پیشش نبوت است. دیگه حدیث بخاری شریف است. ما براتون گفتم که او خضر علیه السلام به موسی علیه السلام میفرماید چی میفرماید؟ انی علی علم من علم الله، ما به یک علمی که از علم است، من علم الله، از علم الله استم. کدام است؟ علمنیه الله، که برای من الله علم داده، لا تعلمه، که تو نمیدانی. و باز میگه و انت علی علم من علم الله، تو به یک علمی از علم الله متعال هستی، علمکه الله، که تو را الله تعلیم داده، و لا اعلمه، من او را ندارم. اینجا میگه که الله مرا علم داده، این خودش دلیل پیغمبری است. دیگه دلیل در اینجا اون آیت 82 میگه که و ما فعلت عن امری، وقتی که تمام شرح حالات خود میکنه، ما این کار از سر خود نکردیم، بلکه توسط امری کی پروردگار جل جلاله کردیم. این دلایل بالای عزیز است که خضر علیه السلام پیغمبر است، ولی نیست. یک موضوع. دوم موضوع، خضر علیه السلام زنده است یا وفات کرده؟ موضوعی که سبب چیست؟ سر و صدای بسیار مردم شده، بسیار مردم شده. علمای محققین، محدثین عظام مثل امام بخاری رحمه الله و عام مفسرین قائل به است که خضر علیه السلام وفات کرده. یک تعداد علما مثل امام نووی، قرطبی، ابن صلاح و صوفیا کلش قائل به است که خضر علیه السلام زنده هست. بلکه تنها خضر علیه السلام نه، الیاس علیه السلام هم قطش یک جای است، او هم زنده است. سال به سال یا قطع اقطاب و غوثا و ابدال چی میشه؟ ملاقات میکنه. چرا یا اینقدر اصرار داره به حیات و به زندگی خضر علیه السلام؟ خبر داره؟ از وجود خضر، از داستان خضر بسیار برای خود چی جور کرده؟ دیوالا جور کرده. پیر صاحب که بگوی که پیر صاحب تو که مرشد هستی، راهنمایی میکنی، راهنمایی خود صاحب علم میکنه، تو خیلی علم حاصل نکردی، یک روز در کدام مدرسه نخوانده؟ میگه علمی من مثل خضر علیه السلام لدونی است. علمی لدونی، علم دو قسم است، یکی علم کسبی است میگه که تو میری کسب میکنی، یکی لدونی است. اینجا از کجا فهمیدی که علم لدونی است؟ همین کلمه علمناه باللدنا از جانب خویش علم داده بودیم، به پیغمبرام داده، به او هم داده، او را خو الله داده. حالی تو را کی داده؟ تو از کجا میگی که علم من از جانب الله است؟ سعی کنی عیب خدا چی رقم پنهان میکنه، لیکن یک نفر جرأت نمیکنه که خب پیر صاحب علمی تو لدونی است، تو باش که یک قاعده نحو را برات بگویم، امیر تو تطبیق کو، یک حدیث برات میگم که را بخوان، یک آیت قرآن تفسیر کن، که میتونی یا نمیتونی. یک نفر چرا این اعتراض نمیتونه؟ وقت یک بند دیگر پیش ما کم سری تو بسته کرده. در حق پیر صاحب بیادبی نکنی. اگر از پیر صاحب سوالم کردی تو بیادب هستی، مردود هستی، مردود. فقط کاری پیر صاحب، گپ پیر صاحب که ترک کردی، مردود هستی، خلاص هستی. دیگه از وجود خضر علیه السلام دیگه چی استفاده میکنه؟ دیگه چی میگه که خضر علیه السلام وقتی که میگی که چیست؟ او پیر صاحب تو قطع زنی بیگانه اینجا چی میکنی؟ میگه شریعت جداست، طریقت جدا، تو اسرار زیر نمیفهمی. خضر علیه السلام که بچه را میکش، کشتی را سوراخ میکرد، در ظاهر چقدر گناه عظیم بود، لیکن در حقیقت بگو دیگه چیز بود. من خو نول تیر میکنم، تزکیه میکنم، قلب زیر پاک میکنم. ببینی که از وجود خضر علیه السلام چقدر استدلالای غلط میکنه. باز برش میگه که خو پیر صاحب حالی تو چرا پیش علما نمیری؟ لا اقل خبر نداری که موسی علیه السلام واری شخص پیش خضر رفته؟ من خود در مقام خضر هستم، من در مقام خضر هستم و چیسته؟ در مقام موسی. و پیش ما بیا. بسیار بدبختان ملا بالونگی سفید کلان سجدم به پیر کرده، کلیپا وجود داره. قطعی کسی که هست یکی به دیگه روان کنه که مردم بشناسه که این علما نیست، جاهل ترین شخص از این که دیگه نیست که با این لنگی کته پای در پیش پای پیر صاحب چی میکنه؟ سجده میکنه. این بدبختا خود در قید و بندی یک بندی عاجز چی میکنه؟ مندازه و بعد از این تبلیغ برش میکنه که
این کامل مکمل است، کامل و مکمل است، قیوم زمان است، حالات ما را خبر داره، حالی که مرد بیخی قوتش زیاد شده. در هر جایی که بری اینمی تقریرایشان است. امیم الله بدبخت که سالات تباه شده از خضر علیه السلام چی رقم استفاده ها میکنه؟ یا برات میگه شریعت جداست، طریقت جداست. هر عملی که خلاف مشروع در پیر صاحب دیدی این را حمل کو که من نمیدانم، من نمیدانم، اصلا این کاری خوب است، پیر صاحب میدانه. از همون خاطر شما که کسی اصرار میکنه که عمر که بیاد ترجمه قرآن کریم پشت همی گپا نگرد، گفت لذت ازیره تو نچشیده ای. اگه این لذت ازیره تو چشیدی باز دیگه پرسان نکن. و کدام لذت است؟ لذت شیطانی. مثل که همی افیونو چرس میزنی نشه میاره یا نه؟ این چرسی ها چی میگه؟ میگه اگر هست چیزی خوب فقط همی بوت است. دیگه هیچ وجود خوبی پیدا نمیشه. اینمو طور چرس است. خب چرا اونجا چرس است؟ لنگر کلان است، لنگر نان مفت پیدا میشه، اختلاط مرد و زن هست، صحیح است یا نه؟ پشت گپ نگرد دیگه. خلاص حالی دیگه همه چیز برات حاصل است. صوفیا زیاد تلاش میکنه که چی است؟ این زنده هست. دلیل زندگی از این چیست؟ ابن کثیر رحمه الله میگه کدام حکایتا، کدام حدیثا که در مورد خضر ذکر میکنه یکیش به سند درست صحیح ثابت نیست، کلش واهیات است. من میگم و تو میگم است. خیرت است فلانی گفت که در فلان دشت یک رشی سفید آدمی عالی جا قطش ملاقات کردم، دسته که در دستش داشتم اینی دستش استخوان نداشت. عجیب است. روایت پیغمبر علیه السلام حدیثش که میایه سوال میکنه که این راوی پس پیغمبر شنیده یا نه، از استاد شنیده یا نه، این عادل است یا ثقه؟ همونطور قبول نمیکنی. این یک را چرا قبول میکنیم؟ من میگم و تو میگه، از کجا این را ثابت میکنه؟ خب از همون خاطر حیات خضر قوی است. دلایل داریم. چی دلایل داریم بالای حیات خضر علیه السلام؟ اول قاعده ایست که الله متعال در سوره انبیاء میفرماید و ما جعلنا لبشر من الخلد من قبل که من قبل که الخلد، ما نگردانیدیم برای بشر پیش از تو چی را؟ دایم باقی ماندن. هیچ بشر پیش از تو پیغمبر علیه السلام در دنیا دایم باقی نمیمانه. خضر علیه السلام در این آیت شامل است یا که مستثناست؟ شامل است، عام است. یک. دوم الله در سوره آل عمران میثاق گرفته از کل انبیاء علیهم السلام که هرگاه پیغمبری ما بیا مراد از پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم است. شما نصرتش میکنی، امدادش میکنی، چیستا تعظیم پیغمبر علیه السلام میکنی. چطور شده میتونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم بیاید و خضر علیه السلام اینقدر جنگا صورت گرفته در یک جنگ نصرت پیغمبر نکرده؟ دو. سوم یک نماز خفتن رسول الله صلی الله علیه وسلم خوان، بعد از او گفت که از اینمی خفتن به بعد تا 100 سال دیگر یک کسی هم در روی زمین باقی نمیمانه. این گپی رسول الله صلی الله علیه وسلم است، استثناء نکرده خضر از او معلوم شد که 100 سال بعد از زمین نماز خفتن پیغمبر هیچ کسی در روی زمین از مردم سابق باقی نمیمانه. دیگه پیغمبر علیه السلام میگه اگر موسی علیه السلام زنده باشه، ان کان موسی حیا ما وسعه الا اتباعی، اگر او زنده باشه برش گنجایش نیست بغیر از کی؟ تابعداری ما، قطعا بیعت بکنه، دیگر راه نداره. چطور با پیغمبر بیعت نکرد خضر علیه السلام او زنده باشه؟ خب خضر علیه السلام تعزیت کرده بعد از وفات پیغمبر. کی تعزیت کرده؟ اول خوی ثابت نیست. دوم اگر باشه کدام جنی آمده خدا چی کرده؟ معرفی کرده که من خضر هستم، حالان که او خضر نیسته. از او خاطر دیگه چی است؟ خضر علیه السلام میگه که اگر زنده باشه، پیغمبر علیه السلام در جنگ بدر دعا کرد، اینطور دعا کرد یا الله متعال اگر اینمی جماعت تو از بین ببری کسی باقی نمیمانه که چی یادی تو را بکنه. اگر کسی باقی میماند، خضر علیه السلام باقی میماند، باز پیغمبری تو دعا نمیکرد که الله اگر یار هلاک کنی هیچ کسی باقی نمیمانه. اون خضر علیه السلام خود چی است؟ باقی است. این کلش دلایل بالای چی هسته؟ بگوی
مردن کی است؟ خضر علیه السلام است که وفات کرده. از همون خاطر علمای محققین میگه قول زنده بودن خضر علیه السلام غیر از صوفیا، مردمایی که از این استفاده میکنه، کسی دیگر قائل نیسته. بلکه علمای محققین میگه که ما با آیت قرآن، حدیث و اجماع امت این ثابت میشه که زنده نیست. چرا؟ یک آیت برای زندگیش کسی بر ما نشان بده. موجود است؟ نیست. کدام حدیث سید مورد حیاتش موجود است؟ نه. اجماع امت سرش است؟ نه. حکایات دروغی است که مردم از این طرف و طرف میکنه. این گپا قطعا غلط است. خب مشکل در اینجا است که مولایی که ترجمه قرآن کریم میکنه، او به جای از اینکه را بگه که ممات است، میگه 3 پیغمبر زنده است. او سوم هم قطعش یک جای میکنه. کدام؟ بگو یکی خضر علیه السلام، یکی عیسی علیه السلام، او در جای الیاس ادریس علیه السلام هم میگه. و رفعناه مکانا علیا را آیت هورت چی میکنه؟ اسرائیلیات پیش کرده رایسته. مردمایی که ترجمه قرآن میکنه. عجیب است او بدبخت. تو تفسیرها را بیبی، با مردم قول راجع را بیان کو، با مردم دستاویز جور نکو. پیرا خو اگر گفتی که خضر زنده است، خلاص دیگه. اولی میگه ملاقاتم قطعی خضر شد. خضر برای من اینی قدر گپا را گفت. انواعی واهیاتو چیست دروغ پردازی را کرده رایستن. الله ما را نگاه بکنه. قال له موسی، میگه بری خضر علیه السلام موسی علیه السلام، هل اتبعک، آیا تابعداری تو را بکنم، علی بالای گپ، بالای شرط، ان تعلمنی که تو مرا تعلیم بدی، مما از علومی که علمت بری تو آموخته شده، بری تو آموزانده شده، رشد از راهیابی، علومی که صلاح انسان سرش می آید. چند ادب موسی علیه السلام مراعات میکنه؟ چند ادب؟ اول اجازه طلب میکنه که آیا خضر علیه السلام من تابعداری شاگردی تو را میکنم، قبول داری یا نه؟ اول ادب اینمیسته. دوم تابعداری تو را میکنم، اراده خود، استقلال خود سلب میکنه. علم اینقدر ارزش داده که تو باید چی بکنی؟ تابع استاد شوی. دو ادب کت. سوم ادب باز برش میگه که چی هسته؟ باز برش میگه که علم افضل است. از چی کده؟ از همه چیز کده. علم اقرار. وقتی که موسی علیه السلام میگه من تابعداری تو بکنم، اقرار میکنه به فضل کی؟ مرتبه استاد خود. این 3. 4م کدام علم بیاموزه؟ علمی که سبب رشد میشه، سبب هدایت انسان میشه. علم اونموسته که انسان رشد و هدایت برش حاصل میشه. ما و شما هر علم گفته نمیتونیم. دکتری، انجینری یا علم نیست، یا فن است. فن مکسب است، یکی از جمله فنون کسب است، پیدا کردن معیشت است. علم فقط از کتاب الله و سنت رسول الله است. از او خاطر انسان باید در طلب علم باشه که سبب رشد و صلاحت شوه، نه علومی که سبب بدبختیت شوه. اگر علوم به انسان رشد حاصل میکرد، این دیگه بهترین علم است. شما بگوی که از قرآن که دیگه بهترین علم دیگه است یا نه؟ روزمره در وجود ما تغییر میاد، در ضمیر ما تغییر میاد، در عقیده ما تغییر میاد، و این سبب رشد و صلاح ما است یا نیست؟ از او خاطر اینطور علم از پیش رفتن، زحمت کشیدن، خواری کردن بسیار ضروری است. از او خاطر اینجا معلوم شد که موسی علیه السلام میگه از او علمی که برای تو داده شده، اینطور نمیگه که کل علم برای ما بده، بلکه بعضی علوم. چرا که کل علوم هیچ وقت استاد برای شاگردان نمیده. قال انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیه السلام میگه یقینا تو هرگز توان نداری معی امرای ما صبرن، از شکیبایی که خود کنترل کنی، انتقاد نکنی. چرا؟ خضر علیه السلام میفهمه که موسی علیه السلام صاحب شریعت است و در شریعت ازی کارایی که من انجام میدم کلش چی است؟ خلاف شریعت ازی. و هیچ پیغمبر بالای امر خلاف شریعت سکوت اختیار نکرده. سکوت اختیار نکرده. هر قدر پیغمبرها که تیر شده سر امر خلاف شریعت سکوت اختیار نکرده. ملاهای ما امروز بریتان چی میگه؟ موسی علیه السلام در کوه طور رفت، هارون علیه السلام باقی ماند برای قوم. موسی علیه السلام دیر کرد، 1 ماه وعده گرفته بود، 40 روز شد. اینجا سامری خیز تقریر کرد، خطبه داد، مردم دعوت به گوساله پرستی کرد. هارون علیه السلام به خاطری که تفریقه در قوم پیدا نشوه، مردم در شرک گذاشت، در شرک ماند شه. از این معلوم میشه چی میگم این مولا؟ تقریرایش شنید از این بدبختا را. یا علم به قرآن نداری بدبختا. چی میگه؟ سعی کنه تفریقه قدر بد است که شرک چی کردن؟
قرار گذاشتن خود تفرقه نکردن. او بدبخت مولا تو نمیفهمی. اونجا هارون علیه السلام به موسی علیه السلام میگه و کادو ایک چیسته یقتلوننی، قریب بود که مرا بکشه که من یارم منع کردم از شرک، در خطر مرگ نزدیک شدم. چطور شده میتونه یک پیغمبر به امر منکر سکوت اختیار کرده نمیتونه؟ قرآن میگه خضر علیه السلام میدونه که موسی علیه السلام اختیار نمیکنه سکوته. خیر هارون علیه السلام شرک واره منکر میمونه که مردم مشرک شوه لیکن هیچ چیز برش نگه، بانکی تفرقه پیدا نشوه. ایره به خاطر چی میگه خبر داری؟ شما وهابیا میگه در هر جای تفرقه را پرتافته به خاطر یک سنت پیغمبر. من میگم به خاطر یک سنت رسول الله. امیتور مردمایی که جاهل است تا امروز دا 60 و 50 سال از طریقه پیغمبر خبر نداره و امی قدر ضد و عناد با سنت پیغمبر داره، نفرت داره. من میگم به زور شمشیر باید این سنت عملی کنم، به زور شمشیر. کسی که سنت پیغمبر منکر است نفرت میکنه او در درجه فرض میرسه، سنت باقی نمیمانه. از همون خاطر که مردم بشناسه که طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم چیسته. این مردم چه قسم تلبیس ابلیسی را میگه. سایکو مردم عوام چطور گوشه میخوانه؟ میگه هارون علیه السلام تفرقه نکرده، شرک اختیار کرده. نعوذ بالله. در روز قیامت توی نسبت شرک به هارون علیه السلام و سکوت هارون علیه السلام سر شرک میکنی، روز قیامت جواب میدی. روز قیامت جواب میدی که پیغمبرها سکوت سری منکر میکنه. خضر علیه السلام میفهمه که نه توان نداری از صبر. و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، چه قسم که صبر بکنی تو علامه به او دانشی که به او علمی که لم تحط تو در اختیار نداری، احاطه نکردی به به او علم خبر، از نگاه خبر شدن از او علم آگاهی نداری، تو حتما اعتراض میکنی. قال ستجدنی ان شاء الله. موسی علیه السلام میگه زود است که مرا بیابی اگر الله خواسته باشه. هر کار چی باید بگیم؟ ان شاء الله. صابرا صبر کننده، ولا اعصی لک امرا، نافرمانی نمیکنم در هیچ کار از تو، خلاص تابع توستم. شاگرد باید امرای استاد خود امی قسم تعهد بکنه، نافرمانی پدر در چوکات شریعت نکنه. اما اگر چوکات شریعت نافرمانی را اختیار کرد قطعا تابعداریش نکنی. دلیل موسی علیه السلام انتقاد کرد، شرطم داده، لوزم داده، تعهدم کرده، لیکن بازم انتقاد میکنه. چرا؟ به خاطری که خلاف شرع در ظاهر است. در ظاهر خلاف شرع است. حالی میآید قال فین اتبعتنی، گفت خضر علیه السلام اگر تو تابعداری مرا میکنی، شاگردی را قبول میکنی، فلا تسألنی، از ما سوال نکنی، عن شیء، در مورد هیچ چیزی، حتی تا یکی احدثه، ما بیان کنم، خودم آغاز کنم، لکه برای تو منها از همون چیز ذکر یادآوریشه، تا که ما یادآوریشه شروع نکردیم تو انتقاد نکنی. فانطلقا، عالی مرحله درسای عملی شروع شد دیگه. فانطلقا، هر دو روان شدن. یوشع ابن نون اینجا ذکر نمیکنه، چرا؟ از جمله شاگردای موسی علیه السلام از تابع است. حتی اذا رکبا، تا یکی سوار شدن، فی السفینه، در کشتی، خرقها، چیر کردن کشتی را خضر علیه السلام. در حدیث میاد که خضر علیه السلام و موسی علیه السلام در لب بحر رسیدن، کشتیوانا اوجا بود، خضر علیه السلام شناختن، بسیار اکرام و احترام کردن، به مزد به اجرت خضر علیه السلام سوار کرد. علما که در اینجا برسه باز چی میگه؟ خب زور میده. سری عوام لازم است که در موتر مولا را ببینه، کرای مولا را بده، حتما بده. یه زازی مولا صاحب می رقم است. خیر ما میگیم که بده، خوب بده، خوب است. چرا که احترام، این احترام به خاطر شخصی از او نیست، به خاطر چی است؟ علمش. کدام علم؟ علم منطق، علم بدعت، علم کتاب الله و سنت رسول الله. این یالی عالمه بشناسی دیگه. هر کس نیست که لنگی سفید بسته کنه مردم به قبر پرستی و پیر پرستی دعوت میده. اورام تو چی بکنی؟ منطق خوانده، منطق خوانده در چکیسر و مارتون 15 سال تیر کرده، پس یک دعای دسترخوان یاد نداره، اورام تو پیسیش بدی. نه، سرش ده گور، هیچ چیزش هم نده. از او خاطر خود در حدیث می اینجا که گنجش دمی موقعی که یاد سوار شدن در کشتی، گنجش که آمد در لبی کشتی نول زد دمی بحر، در منقار خود چی دو قطره را بالا کرد. چی برش گفت؟ خضر علیه السلام به موسی علیه السلام میگه والله ما علمی و علمک فی جنب علم الله، نیست علم ما و علم تو در پهلوی علم الله متعال، الا کما اخذ هذا الطائر
بمنقاری مثل اینمی قسمی که اینمی گنجشکک به نولی خود گرفت، اینی قدر علم ما از موت است. الله اکبر. بحر بیبی و 2 قطره را بالا کردن از چی را بیبی؟ خب پیغمبران میگه که علم ما و تو در پهلوی علم الله اینی قدر است. پس تو کسایی که با چیستا امامای خود با ملاهای خود علم الله را، صفت علم الله را ثابت میکنه، علم ما کنه و ما کنه، مشرک است یا نیست؟ مشرک است، شرک است. صفت الله را برای مخلوق عاجز ثابت کردن بسیار سخت است. قال خرقتها، خضر علیه السلام تخته را کشید، بعد از اون بخکوبی کرد از دیگه قسم. موسی علیه السلام دید که تخته کشیدن آب بالا میره خو مردم غرق میشه، از او خاطر زودی که انکار کرد. قرآن درس میده برای ما. تعهد کرده ای، با امیر بیعت کرده ای، با پدری و اولادیست. زمانی که دست پدر به امر منکر رسید، دست امیرت به امر منکر رسید، بالکل انتقاد کرده میتون. چرا که طاعت در کجاست؟ انما طاعت فی معروف، در کار معروف تابعداریش میکنی. لا طاعت لمخلوق، زن برای شوهر خود در او چوکات اطاعتش میکنه که در شریعت است، خلاف شریعت نمیتونه. شاگرد برای استاد خود در چوکات شریعت اطاعتش میکنه، رعیت برای امیر خود در چوکات شریعت. اینمی قسم هر کس لشکر در برابر قماندان خود در چوکات شریعت. اینطور نیست که حالا ایره قتل کو دستی تفنگ در میده دز میزنه. طور نیست. الله متعال تو را مکلف کرده. موسی علیه السلام انتقاد میکنه. پس دلیل شد بالای ازی که اگر پیر صاحب دیدم که او قط یک دختر زندگی میکنه، نکام قطش بسته نکده، اقارب و محرم شام نیست و کلی عمر ده خانقاه خدمت کرده رئیس و برنامه ازی که کمر ازی بسته شده، پیر صاحب میگم که تو بدبخت انسان است. این کمرها را فقط از دیگاه بسته کردی به خود وز کردی، ها؟ اینطور کارا رو کرده راستی. غلط میگی، انتقاد کو سرش. در جماعت حاضر نمیشه. چرا در جماعت حاضر نمیشی؟ ها؟ دعوای ولایت داری در جماعت حاضر نمیشی، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره. چرا؟ والا عالی مردم عوام برامدم رساله کسی روان کرده، بسیار بدبخت مردم است. ما امی قدر جهالتی قدر زیاد است که گاهی آدم دل آدم میکفه، جوابش هم ندادم. تلفنی تو سوال میکنه که ما گفتم یک خوب دوا برش نوشته کنم، خب باز حوصله کردم. میگه مردم میگه که سری پاچا روزه نیست. او بدبخت از رسول الله که در مرتبه کسی بالا که در روز جهاد روزه میگیره. امروز پاچای بدبختی که شراب میخوره او روزش معاف باشه. این کدام بدبخت فتوا میده کی رسه زمزمه میکنه، سر و صدا میکنه؟ تو همین قدر نمیفهمی؟ رسول الله روزه میگیره که هیچ چیزی پیدا نمیشه، در جهاد روان است، هر روز تعلیم میده. او روزه بگیره لیکن پاچا معاف باشه. این از کجا کشیده؟ دیگر بیبی دیگه شه بیبی شاه و عروس روزه سرش است. این مسلمان از ما سوال میکنن. بسیار قهر آدم میاد. شاه و عروس چرا؟ الله برش اجازه میده که شهوت رانی کن؟ شاه و روز شاه برش کم است که روز هم شهوت رانی کنه؟ نعوذ بالله. چقدر بدبختی است. چرا سوال شوه؟ من تعجب میکنم که مردمی طور سوال بکنه. خود چیست که در این وطن تاریکی است؟ در این وطن کل عمر در تاریکی تیر شده. این طوری سوالا قابل جواب نیست. این طوری سوالا قابل سرزنش است که کسی قطش باشه و این سوالا بکنه. احکام الله فرق داره. حکم الله فقیر و پاچا را فرق کرده. نماز، روزه، حج، زکات فرق داره که بالای فقیر باشه بالای پاچا نباشه. پاچا خورم موسید است، در کندیشن خو است، انواع میوه ها و طعاما برش میسر است، همه چیز کل سهولت است. چرا میگه؟ سعی کنه چرا این گپ براتون میزنم؟ این تبلیغ سوی دشمنای دین است. این بدبختا، این خبیثا. چرا؟ اینطور وانمود میکنه که روزه سبب خرابی مغز میشه، فکر میشه. و ما میگم که روزه سبب صحت فکر میشه. در روزی که تو نان زیاد خورده باشی، شکمت پندانده باشی، یه چیز نمیفهمی. روزی که دماغت اینطوری پندانده نباشی، اینطور فکر درست داری که پرسان بکن. خب لیکن دشمنای دین این دیگر رقم زمزمه میکنه که الا کسی که اگر روزه بگیره دماغش خراب میشه. یک تعداد مردم بسیار بهانه‌جو پیدا شده. یکیش میگه میایه من مولی صاحب اگر روزه بگیرم باز چیسته
بسیار عصبانی میشم. چرا عصبانی میشی؟ کار و روزگار بکو، نان و نفقه را پیدا کو، سم درست زندگی قطعی اولادت بکو. عصبانی به خاطر میشی که در چرس کلی عمرت تیر کردی، در قمار تیر کردی، از این خاطر تو عصبانی میشی. اگر تو مسلمانی دوست باشی، مسلمانی صحیح باشی، پشتی کوکائین و هیروئین و شراب و گپا نگردی، به این سرحد نمیرسی.